این ظاهر ما شما جناب انجینیر سب که من اینجا نشستگی هستم خنده میکنم، شما از اینجا سوال میکنین پرسان میکنین. اصل ما همو است که در خلوت چه قسم آدم ما هستیم، اونو چهره اصلی ما است. من فکر میکنم که رابطه یک آدم بیشتر از اینکه در ظاهرها و تظاهر و خودنمایی ها و ریاکاری ها چی شوه، ساخته شوه یا جور شوه، در وجود خلوت ها خوب دیده میشه که یکیست. در قرآن کریم آیات است الله تعالی میفرماید که و فی انفسکم افلا تبصرون، شما با نفسایتون نظر کنین مگر نفسایتون نمیبینین. ظاهرا خودیات مردم ما رو میگه اون دعوتگر سبومات، نامام پیشوند و پسوند چی میگه و جامع المعقول و المنقول، ما چون شخصیت بزرگ کشور ما چی و دانشمند حفظه الله و رحمه الله و وانی. ولی من میگم اصل رابطه با خدا در خلوت ها ساخته میشه و یک رابطه درست در حد که فقط ضرر کس به کس نرسه. همین قدر آسان. نظر شخصی خود من میست.